بیا نزدیکتر، بیا نزدیکتر. میخوام 4 مرحله بهت بگم که مثل آب خوردن رو پایی بزنی. برقم الان نیست ولی من دارم ویدیو رو میگیرم. بزن بریم. مرحله اول، باید با کجای پا به توپ ضربه بزنی. ضربه‌ای که به توپ میزنی دقیقاً باید با اینجا باشه، یعنی زیر بند کفش، نه جلوتر باشه نه عقب‌تر، دقیقاً میشه این ناحیه. بعد ضربه‌ای که به توپ میزنید باید زیر توپ باشه و مرکز توپ، یعنی اینجا، دقیقاً زیر توپ و مرکز توپ. مرحله دوم، توپو با دست میگیری، یه بار با پای راست، یه بار با پای چپ، یه بار با راست، یه بار با چپ. اینو 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار، هر چقدر که بیشتر انجام بده تا پات به توپ آشنایی پیدا کنه. این بار که توپ رو رها میکنی هر بار 2 تا ضربه بهش میزنی، یکی چپ یکی راست، یکی راست یکی چپ، یکی چپ یکی راست. اینم 10 بار 20 بار انجام میدی تا پای چپت و پای راستت هر دو عصب و عضلش قوی بشه و بتونی به راحتی با هر دو پا ضربه بزنی. مرحله سوم، این بار به جای 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا ضربه به توپ میزنیم. حالا هر چقدر که بیشتر بهتر. 1 2 3، 1 2 3 4 5، هر چقدر که بیشتر باشه بهتره. هر بار سعی میکنیم که رکورد خودمون رو افزایش بدیم. و مرحله آخر، مرحله چهارم، دیگه از دستمون استفاده نمی کنیم، توپ رو رها میکنیم، فقط رو پایی میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا ممکنه توپ بیفته، اشکالی نداره، توپ رو برمیداریم، دوباره ادامه میدیم. این باعث میشه که شما استقامتتون بره بالا و بتونید خیلی راحت‌تر رو پایی بزنید. این تمریناتی که بهتون گفتم به مدت 1 ماه انجام بدید، روزی 1 ساعت. من بهتون قول میدم، تضمین میکنم که خیلی راحت بتونید با هر دو پا 50 الی 100 تا رو پایی بزنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.